بالاخره ایران کشور ما هست، خانه ما هست، خانه مردمه. کدوم انسان باشه که راضیه که خانهش ویران بشه، کشورش متضرر بشه؟ بالاخره همه باید دعا کنن و ما دیگه چیزی دست ما نیست. از همین تریبون به هر حال ما میگیم شاید صدای ما برسه به جای، و به هر حال یک سری پیشنهادی دارم، یک سری صحبتی دارم و برای مسئله بر راهکار بدن و دفاع کنن. خانه در خطره و بالاخره نقصان و ضربه شدید. بعض ما شاید ساده فکر میکنن، سرسری فکر میکنن و میگن که خوشحالن که چنان چیزی پیداست. نه، این جای ناراحتی داره، نگرانی داره. این تحریم وارد خانه ها میشه، این نقصان به تک تک مردم ایران میرسه و این ضربه ها بزرگن.